ای روزگار، هی هر سال این موها عجب برو بیایی داشتم. شخصیت‌های لشکری و کشوری می اومدن، نیابتی ها. حالا چی؟ خودم موندم و این سوراخ تنگ و طوله، هیچی به هیچی. آه، نه ترس بابا، چته؟ ولی فقیه هم اینقدر زپرتی؟ چرا اینقدر شل زهره ای تو موشلی؟ تو چی هستی؟ تو چی هستی؟ عامل استکباری، فتنگری، نفوذ کردی توی بیت من؟ بیت چیه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ اینجا سوراخ موشه. این تویی که بیتتو ول کردیم نفوذ کردی تو سوراخ ما. پاشو کاسه کمچت جمع کن برو، الان میان اینجا رو موشک میزنن، برو بیرون. کجا برم؟ کجا رو دارم که برم؟ نه عراقی مونده، نه لبنانی، بابا دیگه حتی مسکو هم منو گردن نمیگیره. جان مادرت بذارم اینجا بمونم. میخوای ولی فقیهت بشم با هم دیگه دنیا رو بگیریم؟ زرشت، بذار جنازه اونایی که ولی فقیهشون بودی رو خاک کنن، بعد بیا ولی فقیه موشا بشو. دوست داری نیابتیم بشی؟ بهت موشک میدم اون وقت میشی موشک. پولم برات میفرستم، پهپاد میدم بهت. خوبه ها؟ میخوای برات روزه بخونم؟ ای بابا عجب گیری کردیم ما. بلند شو برو قم شو بابا. امام درو وا کن، دارم میام. من تو سوراخ موشم، امنیت ندارم.